چیزی که خیلی تازه همه‌گیر شده اسمش کرونا تیغیه. ویروس که توی کشور شایع شده و به خاطر گلو دردهای شدید که یه حس شبیه به بریدگی و سوزش گلوی شدید شما داره بهش میگن کرونا تیغی. اما اصلا نگران نباشید، چون با اینکه سرعت انتقال فوق‌العاده بالایی داره ولی نرخ بستریش به شدت پایینه. بیشتر کسایی هم که بهش مبتلا میشن با چند روز استراحت و مراقبت‌های خونگی خوب میشن. من میخوام چند تا نکته بهت بگم برای پیشگیری و درمان این بیماری. پس حتما روی این پست بزنید تا لایک بشه و ویدیو به دست افراد بیشتری برسه. اولین نکته استفاده از قرص جوشان که با رقیق تر کردن ترشحات مخاطی باعث میشه این ترشحات خارج بشن و راه تنفسی باز بشه. و از طرفی چون پیشساز گلوتاتیونه یا آنتی اکسید قویه با تقویت سیستم ایمنی باعث میشه مدت زمان بیماری شما کاهش پیدا کنه. دوم اینکه حتما سعی کنید داخل بینیتون رو با پماد ویتامین آ چرب کنید. این باعث میشه سد دفاعی مخاطی تقویت بشه و ویروس نتونه به راحتی وارد بدن شما بشه. و اینکه تا میتونین سینوس هاتون رو با سرم شستشو بدید. یه دمنوش فوق‌العاده هم براتون داخل کپشن نوشتم، حتما درستش کنید.